آیا می‌دانید که بولینگ چیست؟ اگر با این مفهوم شناس هستید، با شنیدن آن چه چیز در ذهنتان پیدا می شود؟ من با شنیدن آن چه احساس می کنم در این باره خواهم گفت. با شنیدن مفهوم بولینگ در تصور من، نفری تنهایی است که از هر طرف به او حمله می کند و او نمی‌داند از کی و چطور خود را محافظت کند. تعقیب خشونت‌آمیز، تحقیر، ترسانیدن، این است بولینگ. 3 دختر نابالغ در شهر اصفره همسال خود را لطوکوب نموده او را به آب انداخته بودند. مقامات میلیسیا حادثه را چنین شرح داد که دختران برای از فرمان آنها سرکشی نمودن همسالشان او را جزا دادند. طبق یک پژوهش 35% خوانندگان مکتب در جهان به این یا آن شکل بولینگ روبرو می‌شوند و این آمار سال تا سال می‌افزاید. زیرا در اینترنت پدیده نو کیبربولینگ پیدا شد. حادثه زیر قطار ماندن یک جوان دختری تاجیک رحیمه کریمووا تصادفی نبود. او یک دانشجوی فعال در مسکو بود. چگونه که نزدیکانش به رسانه‌ها نقل کردند، جوانی که رحیمه از خانه‌دار شدن به او دست کشیده بود، عکس‌های او را با استفاده از فتوشاپ تغییر داده در اینستاگرام نشر می‌کرده است و رحیمه به این تاب نآورده خود را زیر چرخ قطار می‌پرتاید. این حادثه نتیجه یک نوع کیبربولینگ است. کیبربولینگ که آزار و اذیت دادن در اینترنت است، بیشتر در شکل مواد متنی، زنگ‌ها، پیام‌ها، چت‌های آنلاینی و پست الکترونی استفاده می‌شود. این نوع زوراوری بیشتر در شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد. همه ما می‌توانیم ضد کیبرتجاوز چاره اندیشیم. همان لحظه‌ای که می‌خواهید در شبکه‌های اجتماعی درباره کسی شرح تحقیرآمیز نویسید، اندیشه کنید. نفر تنهایی که از هر طرف به او حمله می‌شود. برای کاری نکرده‌اش بی‌اساس متهم می‌شود. آشکارا مورد تحقیر و مسخره قرار می‌گیرد و در چنین حالت چیکار کردنش را نمی‌داند. تصور کنید که این نفر شما هستید. فهمیدن آن که تحقیر چی است، قدم اولین برای پیشگیری این پدیده هم در زندگی و هم در اینترنت است.